ویدیو را تا آخر تماشا کنید و عذر زیاد که بعد یک رکلامچه خرد که اسپانسر ویدیوهای ما میباشد خبر را آغاز مینم. диққат шахсоне ки хоҳиши бор равон кардан доранд ба тоҷикистон акнун ин фурсат фаро расид. мумкин ки ҳозир бисёри одамо бигӯянд ки граница маҳкама ё чӣ хел мебаранд. граница барои мошинҳои грузавой ҳуяй бародаро ино метавонанд ба рақамҳои рӯи экран буда занг занед. доставка бепул. як замон барои бор фиристодан ба тоҷикистон азоб мекашидем. ҳамдиҳа мегуфтем кӣ меравад ки ман фиристонам. акнун ин муаммо аз байн рафт. замони мо фаро расид. шумо метавонед ҳар чӣ ки доред аз Москов ба тоҷикистон равон кунед. бо тариқи мошинҳои боркашон фура кафолат медиҳад ки борҳои шумо ба хонатон рафта мерасанд. муҳим он ки тезтар ва 100% кафолат. kitabını, bəs kim verəcək cavabını? Sənə görə həsrət şərabını, isə öləcəm axırda. Bağladın eşqin kitabını, bəs kim verəcək cavabını? Sənə görə həsrət şərabını, isə öləcəm axırda. İsə öləcəm axırda, isə öləcəm axırda. Mən bir cananın eşqinə, isə öləcəm axırda. Gülləri xəzəlin içindən, ismini qəzəlin içindən. میدونی چیه؟ از چشم تو همه جای رومو نگاه کردم، با رویای تو همه جا رو نگاه کردم. ببین اینو از چشمه عاشقا آوردم. روزی که بفهمم چرا تو اون ماشین مردی، امیدوارم با همین احساس بیام پیشت. خب کارشناسایی رو ردیف کرده؟ گرفتم، اومدم ببینم که بهت بدمش، ولی امروز شیفتم، باید برم سر کار. عمر جانه؟ میدونم فامیلی کم مسخره است، ولی خب میخواستم با اسمت مچ بشه، واسه همین انتخابش کردم. تو مدارک ما تنها کسی که روم زندگی میکنه همینه. 2 سال پیشم فوت کرده. ما اسمشو استفاده کردیم، ولی نگران نباش، مدارک شهروندی رومتو ردیف کردم، مشکلی پیش نمیاد. من دیگه باید برم. راستی پلی، اون کاری که بهت گفتم چی شد؟ بذار برم حلش میکنم. ایول. خداحافظ. عمر جانر. الو. بیا ساحل، پیاده بیا به سمت دیوار رومیان، سریع. سلام آقا عارف. سلام علیکم. نون داری؟
آره دارم، گذاشتمشون اونجا خوش نشن. الان بهت 2 میدم. عمر چی کار کرد؟ قاتل رو پیدا کرده؟ نه بابا، پیداش نکرده هنوز. ای بابا. سلام علیکم، خسته نباشین. اوه چه سعادتی که امروز من دارم شما رو اینجا میبینم. خیر باشه انشالله. جریان چی اول صبحی؟ چی شده باز؟ دیروز سر زدم خونتون، گفتن که عمر نیست. آره نیستش. تو که غریبه نیستی، از اون قضیه عقد فقط اجاره سالن مونده. نجی عقد چیه دیگه؟ تو خوابی؟ خب باید حداقل نصف اجاره رو بدین دیگه، قربونت برم. چرا؟ داداش اینجوری نکن دیگه، چون شما رزرو کرده بودین اون روز به هیچ کی اجاره ندادیم. در ثانی به گل فروشی و شیرینی فروشی هم سفارش داده بودیم. داداش مگه ما عروسی اومدیم؟ مگه رقصیدیم؟ نه کیک خوردیم نه گلی دیدیم. پولش چی میخوای؟ خب عزیزم ما واسه همین از همه بیانه میگیریم که اگه کنسل بشه متضرر نشین. خب حالا بس کن. چند میشه همش؟ 1000 تا کفایت میکنه. چی داری میگی برادر من؟ باشه حسین جان باشه، متوجه شدم. من خودم حساب میکنم. نمیذارم آبرون پیش مغازه دارم بره. باشه بس کن. بذار کیفمو بردارم میام باهات حساب میکنم. دمت گرم. آقا رفینو بنویس به حسابم. باشه حسین جون حله. پسرم 2 دقیقه صبر کن، بابات نون تازه بیاره دیگه. بیا رسید. حسین اومدی؟ من اومدم مامان جونم. بیا ببینم فراری. بیا عزیز دلم، بیا بشین کنار خودم ببینم پسر گل من. خوش اومدی عمر. ممنون زنده داشت. انگاری خارج بهت ساخته، لبات خندونن. داداشتم اومد. بیا ببین. خوش اومدی گل پسر. ممنون داداش. برگشتی؟ کافی بود. خوب شده؟ تو که به ما نگفتی و رفتی، ما هم موندیم جواب مردم رو چی بدیم. رئیست قراره باهات صحبت کنه. بر نمیگردم داداش. درخواست میدم 6 ماه مرخصی بدون حقوق بگیرم. ای بابا چی کار میخوای بکنی؟ علی آقا ازت شکایت کرده. به همین راحتی مگه مرخصی میدن؟ حالا امتحان میکنم، ولی به هر حال سر کار نمیرم. چرت و پرت نگو. مگه به همین راحتیه؟ مهم آرامش توه پسرم. هر کاری دوست داری انجام بده. پس بذار من اتاق پایین رو برات آماده کنم که اونجا بتونی راحت بمونی. ایول چی شد خب؟ اما تو خواب حرف میزنی، هی میگی دستا بالا و اسلحه رو بذاری زمین. من میترسم. بچه‌م واسه ما دم در آورده. برو بابا. اما اومدی، خوش اومدی. ممنون. تو که هنوز آماده نشدی. خب لباس درست حسابی ندارم بپوشم. چی آوردی؟ این مال تو؟ اینم مال تو. خیلی خوشگله. مبارکتون باشه. بابا از آموزشگاه گفتن که شهریه خیلی دیر شده. خب دخترم چرا اول صبحی میگی؟ مگه من پول چاپ میکنم؟ چقدره؟ عمر تو دخالت نکن. باشه خب من عموشم دیگه. این ماهو من میدم. این ماه با خودمه. دمت درس بخونه کافیه. ممنون. صبح خیلی خوشگله. من رو قولم وایسادم، کاری که گفتی انجام بدم، ولی تو رو قولت وای نستادی. چرا خواهرمو نیاوردی؟ میخوری؟ نزدیک خونتون یه شیرینی فروشی فرانسوی باز شده، بهترینش هم همین شکلاتی ها. تو چی داری میگی؟ من میرم اداره پلیس همه چی تعریف میکنم. تو چقدر واسه من پول شویی کردی؟ 25 میلیون. خب بابات به من چقدر بدهکاره؟ 110 میلیون. این یعنی فعلا خیلی باهات کار دارم. من دیگه این کارو نمیکنم.
لطیفه خانوم تصمیمشو گرفته. نمیدونم اون پولا رو از کجا در میاری. مواد مخدر، قمار یا فحشا. البته به تو فحشا میاد. دلمو میشکنی. الانم دلت میخواد توف کنی تو صورتم. ببین عزیزم، نظر به اینکه استرس داری دارم کوتاه میام، ولی دوست ندارم کوتاه بیام. تو فکر میکنی اون ویلایی که توش میشینیم از بخت آزمایی برای بابات در اومده ها؟ تو باید راه باباتو ادامه بدی. هم تو سود میکنی هم من. خوب گوش کن. من نمیدونم بابام چی کار میکرده، ولی من نیستم. ویلا رو میفروشم، همه چی رو میفروشم و پول شما رو میدم. تعقیبش کنیم. چشم برو. همشون از خونه رفتن. آب و غذا دادم بهشون ولی نتونستم مثل تو مراقبشون باشم. اونا هم زودی رفتن. من برشون میگردونم. دادا، مامان خوشحاله که تو میخوای اینجا بمونی، ولی خب باید واقعیت زندگی رو قبول کرد. اینجا درآمد ما کفاف هزینه‌های ضروری رو نمی‌کنه. هر ماه پدرم در میاد قرضای کارت اعتباریمو بدم. تو هم باید کار کن. من نمیتونم خرج همه رو بدم. ببین، ما تو شرایطی نیستیم که زندگی رو ول کنیم و بیفتیم دنبال یه قاتل. ولی خب اگه میخوای این کارو بکنی، خب انتقالی بگیر بیا اینجا. نشدم برگرد وان. حق با توی داداش، ولی بر نمیگردم. یه راه حل دیگه پیدا میکنم. قربونت برم، از دستم ناراحت نشو. من مشکلمو به تو نگم خب به کی بگم؟ دلم نمیاد اینو بگم ولی دیدی نمیشه، استعفا بده بیا. اینجا تو شرکت‌های امنیتی برات کار پیدا میکنم. الان نداداش، الان نمیشه. اول باید قاتل رو پیدا کنم. داداش بیا، کل پول من اینجاست، همشو بردار. لازم شه ماشینم هم میفروشم. تموم بشم یه فکری به حالش میکنیم. بعد از 50 متر به
راست بپیچ. به راست بپیچ. شما به مقصد رسیدید. لعنتی چیه چطور؟ مامان یه نفر با ماشین مدل بالا داره میاد. خب کیه دخترم؟ داره میاد خونه ما؟ به خدا عین مانکنا میمونه. آره داره میاد خونه ما. داره میاد خونه ما. من باز میکنم. نه من باز میکنم زنده دارش. چرا اومدی؟ علیک سلام. اینجا چی کار داری؟ تو هر موقع دلت میخواد میای خونه ما. حالا من یه بار اومدم زلزله شد. چی کار میکنی؟ سلام. خوش اومدی دختر خوشگلم. ممنون. از همکارای مدرسه خدا بیامرز سیبله. بیا دخترم بیا. مهم نیست بیا همینجوری بیا عزیزم سرپا موندی. روز خوبی داشته باشین. من میرم سر کار. به سلامت پسرم. ممنونم. مرسی. میبینم که بازجویی به محل کار سیبل ربط دادی. آفرین خوبه. به من هیچی نگی. من که هیچ کارم. بریم. ممنونم. مرسی. نوش جونه دخترم. نخوردی که. زود میام مامان جان. باشه پسرم برو به سلامت. روز خوبی داشته باشی. به سلامت. مرسی عزیزم به سلامت. مامان این دیگه از کجا اومد؟ عمر واسه خودش دوست دختر پیدا کرده؟ زشته به خدا. آخه شب هفته سیبل تازه تموم شده. دخترم چی دیدی که فوری قضاوت کردی؟ مامان دختر خودش اومده خونه. فال نگرفتم که یه چیزی بپرونم. ای بابا یه زنگ میزدی. خب تلفن که اختراع شده. تو تحت تعقیبی اون وقت میای خونه من؟ زنگ زدم ولی به نظرت در دسترس بودی؟ ای بابا با تو یه دنیا کار داریم. چی کار میکنی؟ خب الان چطوری ماشین برونه؟ 2 تا آینه کافی نیست؟ بجا. چی شد که از دستت در رفت؟ یهو دور زد. دست راستم شلوغ بود. نتونستم دور بزنم. یعنی نتونستی دور بزنی احمق؟ نتونستی یه زن رو تعقیب کنی؟ متین تونستی بفهمی یارو کی بوده؟ نه هنوز. انگار نمیتونی از پس این کار بر بیای. به هر حال
تو خودتو خسته نکن، من خودم پیداش میکنم. ممنونم. نوشه جان. خب عشقم، هنوز چیزی نگفتی ها؟ دوست پسر لطیفه میشی یا نه؟ چرت و پرت نگو بهار، فراموش کن. نمیشه یه چیز منطقی از من بخوای؟ این نمیشه، نمیتونم. این کجاش غیر منطقیه؟ عشقم خب این کار واسه خودمون انجام میدیم، واسه آیندهمون. خب فرض کن گفتم آره، چطوری میخوایم این کار رو انجام بدیم؟ شرکت لطیفه در آستانه ورشکستگیه. من تو رو به عنوان یک کارشناس فوق‌العاده امور مالی معرفی میکنم. حتما اونا هم باور میکنن. به نظرت منطقیه؟ خب چرا که نه؟ رزومه ای تو واسه این کار مناسبه. تو به هم اعتماد کن، خیلی ازت خوششون میاد، باور کن. لطیفه حرف منو زمین نمیندازه. کافیه تو قبول کنی، باقیش با من. خواستن تو کافی، مطمئنم همه چیز عالی میشه. بهار گفتم که نمیشه، تو حسابی قاطی کردی. ازم میخوای بیام شرکت شما با صمیمی‌ترین دوست بشم و باهاش رابطه داشته باشم و تو هم بشینی ما رو نگاه کنی. چطور میخوای این وضعیت رو تحمل کنی؟ این یه بازیه ببند. بازی، میفهمی؟ واقعی نیست. فکرشم زشته. بهار لطفاً دیگه این بحثو تموم کنیم. من دارم میرم یه مصاحبه کاری واقعی. از کجا معلوم؟ شاید استخدام شدم. اون موقع دیگه مجبور نمیشیم از اینجور فکرای مزخرف بکنیم. خوبه. به سلامتی. باشه. یعنی چی باشه؟ پیشنهادتو قبول میکنم، یعنی پیشنهاد کمک کردن تو. اونو که میدونم، حرف جدید بگو. از کجا میدونی؟ قبلا که نگفته بودم. خوب زحمت کشیدی تا خونه ما اومدی. هر دومون میدونیم که دلت برام تنگ نشده بود. تو واقعا خیلی سر به هوایی. خب به کارمون برسیم. تا صبح یه سری از کارا رو ردیف کردم. قرار بود چند تا کار دیگه هم انجام بدم و بعدش بیام پیشت. اسم جدیدم عمر جانره. فامیلیم یکم مسخره است ولی اشکال نداره. تو کار سنگای قیمتی هم و با هم کار میکنیم. این کار نتیجه نمیده. تو که از سنگ قیمتی چیزی نمیدونی. من طراحی سرم نمیشه ولی سنگا رو خوب میشناسم. چطور؟ از مستندای تلویزیونی یاد گرفتی؟ بابای خدا بیامرزم صراف بود. ایام تعطیل تو بازار پیشش کار میکردم. حالا شد؟ ایتالیا آشنا شدیم و 1 ساله که با هم دیگه کار میکنیم. ولی 6 ماهی که در ارتباط هستیم، نه بیشتر. چرا؟ چون بهار صمیمی‌ترین دوست من اصلا باور نمیکنه. ما هیچی از هم پنهون نمیکنیم، مخصوصا در مورد همچین روابطی. باشه، پس شد 6 ماه با هم کار میکردیم و کم کم از هم دیگه خوشمون اومد. من یه شب واسه شام دعوتت کردم. فعلا یه رابطه غیر جدیه که نه من پدر و مادر تو رو میشناسم نه تو پدر و مادر منو. از وقتی هم که بابات فوت کرد من کاروبارم رو ول کردم و اومدم پیش تو. خوبه؟ بدون اون آره میشه. خیلی زشته، به نظرم نپوشش. هرچی مامان من به بافه قشنگه. خوبه. اگه قرار خواهرمو نجات بدی همش قبوله. فقط یه شرط دارم. چی؟ با اولین دروغی که بگی میزنم زیر همه چی. باید به خیلی دروغ بگیم ولی از همدیگه هیچی رو نباید پنهون کنیم. جدی دارم میگم، نباید دروغی باشه. خوبه، حل قبول. گفتم که باشه. کجایی؟ طبقه دستور دنبالش میگردم.
خب اومد؟ نه هنوز نیومده. گوش کن چی میگم. این دفعه دیگه بهونه نیار. پیداش که کردی بچسب بهش، اصلا فلش نکن. از اون یارو که پیششه عکس بگیر. امیدوارم این دفعه بتونیم ببینیم یارو کیه. باشه پسرم؟ باشه چشم. اصلا تابلو نیست که ساختگیه. خب این چیه؟ اگه به این شماره زنگ بزنن چی؟ مشکلی نداره. یه نفر هست که جوابشونو بده. اسمش هم اونجا هست. خیلی حرفه‌ایه. تازه دقیقاً این اصلی و ساخته. آفرین. من اینا رو ردیف کردم تا متین رو تحت تاثیر بذارم، نه اینکه تو رو. باید به یه طریقی خودم رو به اونا بشناسونم. البته چون با تو یه رابطه‌ای دارم تا الان در موردم تحقیق کردن. باید بشناسن من کیم دیگه، نه؟ خب چطور میخوای این کارو بکنی؟ تو الان برو شرکت دم در یکم معطل کن تا بهشون خبر برسه که لطیفه اومده. بعدش هم کاراتو ردیف کن و بیاد بیرون. دم در شرکت یکم منتظر بمون. اینجوری تو رو میبینن و میان دنبالت. یه سویتی هست که واسه مهمونای شرکتتون تو هتل بوغاز اجاره کردیم. برو اونجا. شماره اتاق 308. اونجا هم دیگه رو میبینیم. میبینم که همه چیزو میدونی. حتما با مسئول پذیرش صحبت کن. ازش بپرس آقا عمر اومده اتاقش یا نه. بدون اینکه زنگ بزنی بیا بالا. سلام. لطیفه خانم کدوم اتاق؟ اطلاعات مشتری‌ها رو نمیتونم در اختیارتون بذارم. خوبه؟ خوب شده. زیاد استایلت ایتالیایی نیست ولی بگذاریم. خب الان چی کار کنیم؟ منتظر میمونیم. حداقل 45 دقیقه. چرا؟ مسابقه است بیا. یعنی الان میخوای فوتبال ببینی؟ آره خیلی هم خوبه. قدیمیه ولی اشکالی نداره. خدایا من اینجا چی کار دارم میکنم؟ من اینجا با تو چی کار دارم میکنم؟ تو میخوای اینجوری خواهرم رو نجات بدی با فوتبال دیدن؟ نباید جلب توجه کنی. اونا شروع کردن که تعقیبت کنن. در مورد اون روز که چیزی یادت نیست. از تلفنم به جای نرسیدی. خط موبایل مالی یه پیرمرد توی آنتب بوده که اونم فوت کرده. این یعنی اینا کارشونو بلدن. حرف مفت. اینا حرفای الکیه. تو فقط بلدی حرف بزنی. حرف مفت؟ آروم باش و گوش کن. بذار کارمو درست انجام بدم. با الکی در به در گشتن خواهر تو که سهل. بچه گربه هم نمیتونیم پیدا کنیم. با احتیاط باید عمل کنیم. یکم آروم باش. ها؟ کار سختی نیست. نمیمیری. بشین. خوب گوش کن. هی به من دستور نده. من کارمندت نیستم. والا من که کارمند ندارم. شمایی که همچین امکاناتی دارین لطیفه خانم. آرتا یه تعداد پرونده آورده. بخونشون. اینا چی هستن؟ عکس افرادی که تو 5 سال گذشته به خاطر پولشویی رفتن زندان. یه نگاه بنداز ببین کسی شبیه اون سگا هست. تو بشین تکلیفتو انجام بده. منم بازیو ببینم. لا بنت سینیوریتا. تلفظت افتضاحه. خیلی باید روش کار کنی. لبن سینیورینا. Salih yaptı ortasını. Yükseldi Fornezi çift yumruk. Ontiveros vurdu. Dışarı vurdu. آقا متین فهمیدم کیه.
اسم یارو مرجانره، یه سرمایه‌داره که تو روم زندگی میکنه. باشه اونجا منتظر بمون، تعقیبش میکنم. چشم رئیس. هیچ کدومشون نیست. حدس میزدم. گفتم شاید یه تیری تو تاریکی باشه. آدمایی مثل متین رابطه خوبی با بالا دسته دارن. معمولا پاشون به اداره پلیس باز نمیشه. خب پس الان چیکار کنیم؟ چیکار کنیم ها؟ الان تو باید از خودت بهم بگی. منظورت چیه؟ خب باید یه سری جزئیات بگی که دوست پسرت میدونه که یهو الکی سوتی ندیم. مثلا چی؟ خب رنگ مورد علاقت، گل مورد علاقت، عطری که استفاده میکنی، اولین فیلمی که دیدی روز تولد تو، اینا دیگه. یکم توضیح بده. گل مورد علاقه بنفشه است. خوبه؟ فکر کنم 15 سالم بود که فیلم صبحانه در تیفانی آدری هیبورن رو دیدم. از اون موقعم سنگا و جواهرات بخش مهمی از زندگیم شدن. رنگای مورد علاقه‌م هم سیاه و سفیدن. سیاه و سفید؟ سیاه و سفید. میتونستم حدس بزنم. خب تولدت کیه؟ روزی که بابام فوت کرد. سیبلم همینطور. یادت رفته؟ تا آخر عمرم تولدت یادم نمیره. به هر حال برگردیم سر کارمون. الان یکم جزئیات بیشتر میخوام. نمیدونم که مثلا روی بدنت جای زخم چیزی هست، چیزی که دوست پسرت ممکنه دیده باشه. دماغت عمل شده، جراحی زیبایی کردی، اینجور چیزا دیگه بگو. اگه همچین چیزی هم باشه بازم یه دختر به دوست پسرش نمیگه ها. مردم معمولا میدونه. خب این خالکوبیت الفبای مرسه؟ معنیش چیه؟ خب کمیسر همه چیزو قرار نیست من بگم. خب یکم هم تو بگو. ممکنه منم سوتی بدم، مثلا روز تولدت، یا اینکه رنگ مورد علاقت چیه. به جز موسیقی سنتی چیزی هم گوش میدی، مثلا رپ و اینجور چیزا؟ من هویتم جعلی لطیف خانم. هرچی بخوایم و هر جور بخوایم همونه. یعنی میتونیم یه عمر جانر خلق کنیم که باعث شرمندگیت نشه. جای نگرانی نیست مگه نه؟ بفرمایید قربان. میخوام برم دستشویی. تو هتل 5 ستاره دستمال توالت نداریم. شارژ گوشیم هم داره تموم میشه. لزومی نداره اینقدر راحت با هم باشیم. پجام دیگه. بله. این هفته باز باید بری سراغ کار ما. باید جنس قلابی بزن. با کانتینر بفرستیشون خارج از کشور و بعدش هم بری روم. دیگه عادت کردی، چشم بسته هم میتونی. بلیط هم برات گرفتم. اینو توی تقویمت بنویس. نه. باید انجام بدی.
مجبوری. گفتم که دیگه واسه شما کاری نمی‌کنم مگه نه؟ الباسا رو پیدا می‌کنم. البته دارم رد شرکتم هم میفروشم. قرضتون رو میدم، نگران نباشید. بهت نشون میدم که نباید دست رد به سینه من بزنی لطیفه. حالا میبینی. با کی حرف میزدی؟ اصلی خواهرم. خب باشه دیگه باید بریم. حالا ببینیم وقتی فیلم خودتو در حین ارتکاب جرم و پولشویی ببینی بازم میتونی اینجوری گردن کلفتی کنی. کافیه. اصلی جون جانو نمیبینم، نیست، پیش باباشه. آره عمو طاهر، چون مدرسش اون سر استانبوله نخواستم هر روز این همه تو راه باشه. چه خوبه که آدم بچه داشته باشه. تو کار خیلی خوبی کردی که زود بچه دار شدی. کاش لطیفه هم همین کارو میکرد. احمد اونجوری دوست داشت. سخته. اون فقط عاشق جواهراته. اون خودشو خیلی دست بالا میگیره. فکر کرده با 4 تا طراحی آدم مهمی شده. با این شرایط کسی تحملش نمیکنه. مگه نه مامان جونم؟ چیز دیگه ای میخواین زرین خانم؟ ممنونم هولیا جان. ببینم روم خواستگاری چیزی نداره ها؟ نه، آخرین بار 1-2 سال قبل با یکی دوست بود. چون ایتالیایی بود باباش ازش خوشش نمیومد، ولی من راضیش کرده بودم. یهو اومد و گفت که تموم شد. از اون به بعدم کسی نیست. اگه بود به من میگفت. ممنون. خوب شد قبل اینکه شرکتتون ورشکسته بشه اجاره اینجا رو دادیم، وگرنه کل حقوقم باید میدادم. ببخشید یکم بیادبی کردم. عادت کردم، اولین بارت که نیست. خب بگو ببینم تونستی چیزی بفهمی؟ مسئول پذیرش خیلی راحت مشخصاتمون رو داده. الان دیگه منو میشناسن. یعنی فکر میکنن من عمر جانه دوست پسرتم. آفرین به تو. تونستی کاری بکنی که تعقیبت کنن. خب من چطور باید بفهمم که دارن تعقیبم میکنن؟ من یادت میدم. حالا بریم. لطفاً ماشینو بیارید. خودت گفتی که باید باور کنم.